سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری اسلامی پاکستان حیدر عمران به شهر خوجند تشریف آورد. وی با دانشجویان اختصاص‌های اقتصادیات جهان، مالیه و قرض در فعالیت اقتصادیات برون‌مرزی دانشکده اقتصاد و سودای دانشگاه دولتی تجارتی تاجیکستان ملاقات نمود. هدف از ملاقات همکاری اقتصادی و اجتماعی با کشور پاکستان به حساب می رود. The mandarins and also the vegetables like potatoes and dates and many other fruits and vegetables. боиси хурсандӣ аст ки имрӯз намояндаи сафорати мамлакати покистон ба донишкадаи иқтисод ва савдои донишгоҳи давлати тиҷорати тоҷикистон ташриф омаданд. ин вохӯрии дуюм аст ки бо устодони донишкада инчунин бо донишҷӯён вохӯрӣ ташкил карда шуд. яъне дар ин толор ҷамъ омадан донишҷӯёни иқтисодиёти ҷаҳон ки таҳсилашон бо забони англисӣ мебошад ва ин вохӯрӣ ниҳоят аҳамияти муҳим дорад, зеро он ки донишҷӯёи мо имрӯз бохабар шуданд аз ҳолатҳои иҷтимоӣ ва иқтисодии ин мамлакат ва мо низ ҷумҳурии тоҷикистон бо ҷумҳурии покистон робитаҳои дутарафа дорад. سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری اسلامی پاکستان حیدر عمران و رشید امتیاز کاتب تجارتی سفارت جمهوری اسلامی پاکستان در تاجیکستان از مناسبت‌های دوجانبه تاجیکستان و پاکستان حرف زدند. مهمانان طریق تخته الکترونی از اقتصادیات و اجتماعیات جمهوری اسلامی پاکستان، رشد ساحه توریسم و دیگر معلومات‌ها را و دانشجویان گروه تحصیلشان زبان انگلیسی ارائه نمودند. در اینجا چنین معلومات‌ها داده شد اویدی شرایط‌های سرمایه‌گذاری، یعنی چگونه است، در کدام ساختاری اقتصادیات باید اینکه سرمایه‌گذاری کرده شود، درباره مجموعه محصولات داخلی مملکت، درباره شریکان خارجی، درباره مناسبت‌های تجارتی بین دیگر دولت‌ها، درباره محصولات وارداتی، محصولات صادراتی، اینچنین کدام صنعت در این مملکت رشد یافته شده است. به خاطر وضعیت پاندمی در دانشگاه آنلاین سمینارها، آنلاین کنفرانسی‌ها براه مانده شده است. واخوری‌های نمایندگان دولت‌های خارجه با دانشجویان و استادان دانشکده اقتصاد و سودای دانشگاه تجارتی تاجیکستان در شهر خوجند باری اول نیست. در این باره شاعره محیدین و مدیر کافدرای اقتصادیات جهان نامزد علم‌های اقتصادیات معلومات داد. یکی از ساحه‌های اساسی این ساحه توریسم و ساحه خوجیقی قشلاق نیست. رشد و وسعت یافته شده است. اینچنین محصولات‌های صنعتی سبک نهایت رشد یافته است و مثلا اگر مذبح‌های عضو‌قواری گیریم، یکی از مملکت‌های صادرکننده برنج در عرصه جهانی به شمار می‌رود. رواج دادن مسائل اقتصادی و تجارتی میان دو کشوری به هم دست در کنفرانسی مذکور بررسی شد. برگزاری چنین کنفرانسی‌ها با نمایندگان دولت‌های خارج برای معلومات نو و ملکه خوب در تجارت و اقتصادیات پیدا نمودن دانشجویان دانشکده اقتصاد و سودای دانشگاه تجارتی تاجیکستان از اهمیت خالی نخواهد بود. گزارشی سومن حمیدی و نعیم ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.